مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. وقتی که انسان به سلسله فیلم های خارجی نظر می افکند، منظره زیبا و رمانتیکی را احساس می نماید. مرد با زوجه اش در طربخانه در حال مهورزی و التفات، حتی گوشت را با کارد بریده به چنبرک می گیرند و به دهان همدیگر نهاده برایشان لحظه خوشی را ایجاد می نمایند. این منظره را جوانان و زنان مسلمان با شوق می نگرند و با زبان حال می گویند مدنیت باید این گونه باشد. ای کاش که ما نیز این را می آموختیم. سپس نفرانی پیدا می شوند که به این عمل تقلید می کنند. البته این رفتار بسا زیبا و دلپسند است، ولی ما آگاه نیستیم که آن در تمدن شرقیانه ما خیلی بر وقت ظهور یافته است. پیامبر گرامی قدر صلی الله علیه و سلم 1400 سال پیشتر از ایجاد لطف و مهربانی در میان جنس‌های مسلمان بشارت داده‌اند. امروز شاید ما تعجب کنیم یا به حیرت آییم، ولی حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم این عجابت ما را برطرف می سازد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لقمه ای که مرد به دهان زوجه اش می گذارد بهترین صدقه است. روایت بخاری، مسلم و ترمذی. این حدیث مبارک شهادت می دهد که این ذوق خیلی پیشتر از مغربیان در آیین مسلمانی نیز جایگاه شایسته داشته است. پس با دین خیش باید افتخار نمود و با پیروی به فرموده های آن خود را خوشنود و خوشحال گردانید. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند. تناحرا وتفرقا ولتجعليه محكما